مثلا جای کدنویسی رو پر میکنه ولی جای برنامه‌نویس رو فکر نکن. با افزایش لوجیکال و الگوریتم‌های علمی هوش مصنوعی و ورود جدی که به تخصص‌ها و حرفه‌های مختلف داشتن، 3 تا دیدگاه به وجود آوردن و برنامه‌نویسی هم از این قاعده مستثنا نیست. دیدگاه اول دیدگاه سنتیه، به این صورت که معتقدن که برنامه باید با کد خالص نوشته بشه. AI باعث میشه که شما تنبل بشی. حامیای خیلی گردن کلفتی هم داره، مثل لینوس توروالدز که سازنده لینوکس و همیشه معتقد بوده که برنامه‌نویسی باید واقعی باشه. دیدگاه دوم دیدگاه مدرنیته و AI فرسته، به این صورت که معتقدن آینده متعلق به AI و بیشتر تمرکزشون روی پرامپت نویسی، ادغام API و تحویل سریع پروژه است دیگه. این هم حامی گردن کلفتی داره، مثل سم آلتمن که خودش سازنده اوپن AI، معتقده که AI قراره دموکراتیزه توی برنامه‌نویسی به وجود بیاره. سوم دسته میانه رو، یعنی شما هم باید برنامه‌نویسی رو ادامه بدی و در کنارش از ابزارهای AI استفاده کنی که کار زودتر انجام بشه و سریعتر پیش بره. این دیدگاه هم حامیای خودشو داره، مثل اندرس کارپادی که دانشمند AI و از اعضای ارشد سابق تسلا و اوپن AI بوده.